سلام، خوش اومدید به قسمت ششم از دوره تلتون. توی این قسمت می‌خوایم بریم سراغ دانلود و آپلود فایل ها به تلگرام با استفاده از تلتون. پس بریم سراغش. قبل اینکه بریم سراغ اصل مطلب، خوشحال میشم اگه این ویدیو رو لایک کنید. خب اول از همه مثل همیشه میریم به داکیومنت تلتون تا یادگیری رو از اینجا شروع کنیم. میریم توی بخش کلاینت رفرنس و اینجا به بخش آپلود میریم. آپلود، دانلود که جفتشون همینجا. برای آپلود دو تا متد اصلی وجود داره، یکی سند فایل، یکی آپلود فایل، که یه سری فرقای اصلی با هم دارن، یه سری فرقای اساسی با هم دارن، نه اصلی، که حالا میگم جلوتر. ولی خود تلتون هم اینجا فکر کنم گفته. آره اینجا گفته که جنرالی چی میشه؟ به طور کلی در کل شما بیشتر از سند فایل باید استفاده کنید و نیازتون اونه. ولی آپلود فایل میگم کاربردش کجاست. ببینید سند فایل چند تا آرگومنت ساده از من میگیره. یکی انتیتیه که میدونیم چیه، یکی فایله، یکی کپشنه که این سه تا اصلی هن دیگه. بقیهشون خوبه که بدونیم. بیایید بریم وی اس کدمون و اینجا ببینید من یه استارت نوشتم و یه فایلی رو میخوام بفرستم. await client.send file. نکتهش کجاست؟ نکتهش اینجاست که با سند فایل همه جور فایلی میشه فرستاد. اوکی، چه عکس، چه ویدیو، چه موزیک، چه وایس، هر چیزی. انتیتی از من میخواد که میشه event.sender id. خب و دومین چیزی که از من میخواد میشه فایل. فایلمو بیاید یه ویدیو بدیم. میگم که ویدیو باشه، اسمش هم اینه. خب و یه کپشنی هم بهش میدم. میگم که کپشن تو باشه، کپشن شما باشد این. همین کپشنش همین. بیایید همین رو تست کنیم. آره بیایید همین رو یه بار تست کنیم. ران میکنم، استارت میکنم. در اصل الان استارت شده فکر کنم. آره البته پرینت اینجا بذاریم، حالا که دفعه بعد اومدیم استارت کردیم به همون بگه که فعال شده. حالا من نمیدونم فعال شده که شده. ویدیو رو فرستاد، کپشن هم زده. به همین سادگی. هر فایلی رو فقط کافی اسمش رو بهش بدید میفرسته. فرقی هم نداره چی باشه. مثلا یه عکس هم من اینجا دارم تی دات. اوکی، عکس رو مثلا بدید عکس رو میفرسته. هیچ فرقی نداره. اما یه سری آرگومنت جالب هم اینجا هست. خب مثلا فورس داکیومنت که داکیومنت میکنه، بدین و بهش بدیم. میگم که فورس داکیومنت باشه true. در حالت عادی فالزه، حواستون باشه. شما میتونید تروش کنید. اگر نمیخواید ترو باشه اصلا ندید، خودش فالز میذاره. دومین چیز پروگرس کالبکه که از همه جالبتره به نظرم. میگم که پروگرس کالبک باشه. از من یه فانکشن میخواد که میتونم بنویسم، ولی خب اینجا خودش یه مثال ازش زده دیگه، نمی‌نویسم، میام همینو کپی پیست میکنم. البته کپی پیست کار خوبی نیست ولی حالا ما میکنیم. این میاد چیکار میکنه؟ میاد هر بار البته کالبک رو برای ما کال میکنه. شما نیاز نیست پرانتز بهش بدید، کال نکنید، فقط اسمشو بدید. میاد کال میکنه. دو تا چیز میده به این کالبکمون، به این فانکشنمون. یکیش کارنت، البته اسمشو کارنت گذاشتیم، یکیش هم توتاله. که بیاید تستش کنیم. توی تست میفهمید که چیه. بیاید تستش کنیم. البته یه چیز دیگه رو هم بدیم که اونم تست بشه خودکار. چی بود؟ تامنیل. ببینید تامنیل هم میشه گذاشت. تامنیل مثل هم تامنیل یوتیوب دیگه. یه عکسی میاد روی صفحه ویدیو، اینجا میاد، ولی خب وقتی ویدیو رو باز کنید اون نیست، فقط اینجاست. این وقتی باز نکردید هست. ولی خب باید عکس خیلی کوچیک باشه که من نداشتم، الان ندارم. خب ولی خب آره دیگه، فقط کافیه اینجوری بدید. بگید که تامنیلش باشه مثلا من یه عکسی دارم اسمش t.jpg. مثلا اگه بدم این میاد به عنوان تامنیل، اما چون این تامنیل خیلی سنگینه قرار نمیده خودکار. ارور هم نمیده ولی قرار نمیده. اگه بدم فرق نداره. الان میذارم. خب بیاید اینو تست کنیم. در اصل میخوام اینو تست کنم چون از همه مهمتره.
یه استارت رو میفرستم. ویدیو ببینید استارت رو نوشت. آها اینجا رو ببینید، هر بار داره میگه که چقدر آپلود شده ویدیو، هی آپدیت میده به ما که میگه چقدر آپلود شده. این بود همون پروگرس کال بکمون که حتما هم نیاز نیست که حتما هم نیاز نیست که پرینت کنید درصد رو، میتونید برای کاربر بفرستید و هر بار ادیتش بزنید و میبینید که رفت. آها عکس رو فرستادیم، من فکر کردم ویدیوه. تامنیل مخصوص ویدیو هست، برای عکس نیست معمولا. برای فایل هم فکر کنم استفاده میشه، همینجا به عنوان فایل یه تامنیل براش میاد. ولی به هر حال تامنیل میتونید بذارید، فایل ها رو میتونید بفرستید. فورس داکیومنت همینه، اینو ببینید کوچیک شد، داکیومنت شد در اصل. قبلا اگه این فایلز می بود یه عکس بزرگ برامون میفرستاد، اینجوری نمیفرستاد. الان داکیومنت شده، به این میان داکیومنت. اینم که دیدید کال بک چیکار میکنه. یه اند هم اینجا براش بذاریم، میگیم که اندت باشه آر. خب حالا جلوتر میبینیم که این چیکار میکنه اند. خب ببینیم چه آرگومنت های دیگه ای میتونیم بهش بدیم. نصف این آرگومنت ها مخصوص کلاینته، مخصوص سلفه، بخاطر همین استفاده نمیکنیم. سلف رو گذاشتم که آخرش بگم که دیگه وقتی ربات کلا بخشش تموم شد اونو میگم. و خیلی هم کوتاهه، چیز خاصی نداره سلف. اکثر چیزاش همون چیزایی که ربات داره، یه سری چیزای خاص تک و توک داره. آره. حالا بیایید بریم سراغ آپلود فایل. ببینید ما داریم هر بار این ویدیوها رو یا این فایل رو هی داریم ارسال میکنیم، هی داریم آپلود میکنیم. هر بار که میخوایم تست بگیریم هی داریم آپلودش میکنیم. خب این خیلی از ما چی میگیره؟ از ما وقت میگیره. خب ولی میتونیم با آپلود فایلمون رو بدون اینکه به کسی بفرستیم روی سرورهای تلگرام آپلود کنیم. خب و بعد از اونجا به هر کسی که خواستیم بفرستیم بدون اینکه هر دفعه بخوایم آپلودش کنیم. اوکی، مثلا من میام اینجا مینویسم send media مساویه با upload file await client dot upload file. فایل میخواد، پارت سایز مهم نیست، فایل سایز رو خودش در میاره، مهم نیست. فایل نیم رو میتونید بدید، میتونید ندید، بدید بهتره. مثلا فایل رو من بهش میدم، میگم فایلت باشه همین t.jpg و فایل نیمت باشه photo.jpg و چه چیزای دیگه میخواد بیاید اینجا ببینیم. فایل نیم یوز کش گفتیم به درد نمیخوره، اصلا استفاده نداره. پروگرس کال بک هم داره، بیاید اینم بهش بدیم. پروگرس کال بک، همون کال بکمون رو بهش میدیم. خب بعد اینکه این میاد آپلود میکنه میتونید چیکار کنید؟ جای اینکه فایل رو سند کنید بیاید فقط بنویسید client.send file، entity رو هم بهش بدید event.sender id و جای فایل همین send media رو بهش بدید، همینا. و حالا هر چیز دیگه ای که میخواید رو میتونید بهش بدید که من هیچی نمیدم فعلا. خب جای فایل همین رو بدید، این میاد آپلودش میکنه به سرورهای تلگرام، بهش دسترسی دارید. همین خط رو میام اینجا میذارم، آپلود میکنم اولش، بعدش مثلا مینویسم اسلیپ کنیه 2 ثانیه اسلیپ کن، بعدش حالا به هر جایی خواستی بفرست 10 بار 20 بار. اوکی، هر چند بار که بخواید بفرستید میتونید اینو بفرستید و دیگه آپلود نمیکنه و سرعتش هم میره بالا و هی هم ازتون نت نمیگیره. البته نت که چون هاست استفاده میکنید مهم نیست، در اصل اون وقت هست که مهمه. الان استارت رو من میزنم، استارت شد، کال بک شد نوشته، سرعت اینترنت ما هم که پایینه، قطع شد. تا گفتم پایینه قطع شد، نه وصل شد. خب آپلود میشه. آها میگه که اسلیپ اویت نشده هیچ وقت، باید اویتش میزدیم که مهم هم نیست، اصلا اسلیپ نکرد و اکثر رو برای من فرستاد. دیدید که هیچ تایمی هم نگرفت. الان اگه من 100 بارم اینجا سند فایل بزنم، همین عکس رو فقط یه بار آپلودش کردیم، تموم شد و رفت.
اوکی، این بود از این آپلود فایل که تنها کاری که میکنه اینه که آپلود میکنه به سرورهای تلگرام. تموم شد و رفت. این بود از آپلود های ما. توی بخش دانلود بازم اینجا سه تا متد اصلی داریم. چهارمی خیلی استفاده نمیشه. دانلود مدیا و دانلود پروفایل فوتو که اصلیان. دانلود فایل هم همون دانلود مدیاست ولی لو لوله. یه سری چیزاشو خودتون تعیین میکنید. دانلود مدیا خیلی چیزاش اتوماتیکه که بهتر هم هست به نظرم. و این نکته اینجا گفته اگه سرعت دانلود پایینه کتابخونه کریپتیجی رو نصب کنید، چون دیکریپتینگ رو به زبان سی انجام میده و سرعتش از پایتون بیشتر میشه. اگر دانلود ضعیفه اینو نصب کنید سرعت دانلودتون بیشتر میشه. اوکی، میتونید عکس ها رو دانلود کنید. عکس نه، هر مدیایی رو. چطور؟ باید بنویسید await client.download media. یه مسیج ازتون میخواد، بذارید اینجا. یه مسیج میخواد که همون مدیا هست که مثلا من میگم که استارت نباشه دیگه، چون استارت که دیگه مدیا نیست. میگم که events dot photo، نه همون نیو مسیج. چرا یه لحظه یاد تلبات افتادم. آره، عکس رو بگیر دانلودش کن، همون ایونت رو. و فایل رو میتونید بهش بدید. فایل دقیقا همون اسمش میشه. این فایلی که دانلود میکنه رو با چه اسمی ذخیره کنه؟ میتونم مثلا بذارم test photo.jpg. خب یه سری چیزای دیگه هم میخواد. فایل رو گفتیم. پروگرس کالبک باز داره که میگه چقدر دانلود شده. خیلی خوب اگه باشه پس میذاریمش پروگرس کالبک باشه، همون کالبک ما. تامنیل میتونیم بهش بدیم. میگه که اگر تامنیل رو بهش بدید میاد تامنیل اون داکیومنت یا ویدیو رو یا عکس رو دانلود میکنه به جای خود اون عکس یا داکیومنت. جالبش اینه نمیاد خود عکس رو دانلود کنه، در اصل تامنیلش رو دانلود میکنه. چیز دیگه هم نمیخواد دیگه، همینا. بعد یه نکته هم هست اینه که همه فایل ها رو دانلود میکنه. خودکار همه فایل ها رو دانلود میکنه، چه عکس، چه ویدیو، چه گیف، چه هر چیزی. فایل رو من دادم JPG. اگر ویدیو بفرستم اینم JPG ذخیره میکنه و این خب یه مشکل ایجاد میکنه. پس فایل رو اصلا نمیدم بهش. اسمش خود اسم اصلیش بذار، همون اسمی که تو تلگرام هست. میام رانش میکنم، بعد میام براش یه عکس میفرستم. این باشه ساختمان های زیبای بلند. حالا تا این بره میبینید که باید دانلود کنه. نه انگار که کار نمیکنه. تصحیح: اینجا من توی ویدیوی اصلی گفتم که دانلود مدیا احتمالاً باگ داره، اما باگ نداره، اشتباه از کد منه. اینجا باید بزنید event.message تا دانلود کنه اون پیام رو. اوکی، عکس یا ویدیوشو. ایونت خالی بزنید خب دانلود نمیکنه. event.message. ببخشید پس مشکل از کد من بود، چون تا حالا از این استفاده نکرده بودم و همیشه از شورت هند استفاده میکردم. دیگه فکر کردم باگ از خود تلتونه دیگه. یه راه دیگه هم هست، بیاید اون رو چک کنیم. ببینید اینجا نوشته که یه مسیج دات دانلود مدیایی هم هست، روش بزنیم میاد. و اگر دقت کنید اینجا نوشته که شورت هند برای همون دانلود مدیاست. این دقیقاً همون کار رو میکنه و شورت هنده. بیاید اینو بنویسیم، بگیم که await event.download media. فرقش اینه و دقیقاً همون چیزای قبل رو میگیره. انتیتی نمیخواد بدیم، فقط کافیه callback progress callback کالبل شد باز. و حالا فایل نیم هم میتونیم بهش بدیم، میتونیم ندیم. من نمیدم. اینطوری هم میشه دانلود کرد. ببینیم این کار میکنه. میام همین عکس رو فوروارد میزنم به مینی بات. و ببینیم که
آره میبینید که دانلودش کرد و اینجا هم نوشت که 100% شده. و اگر باز کنیم اینه فکر کنم، نه اینه، میبینید که دانلودش کرد. خب اسمش هم گذاشت همون اسمی که خودش گذاشته. اگر فایل رو میدادیم اسمش رو میداد چیزی که ما میگیم، مثلا test.jpg اینجوری میشد. بیاید دوباره تستش کنیم ببینیم فایل نیمش عوض میکنه و میبینید که دانلود داره میشه. شد اسمش رو گذاشت آره test.jpg. به همین سادگی اینطوری میشد دانلود کرد. این که قبلی چرا ارور داد دیگه خدا میدونه. ارور نداد در اصل. اگه ارور نداد که میفهمیم مشکلش چیه، فقط کار نمیکرد. نمیدونم چرا، شاید باگ تلتونه. حالا این بود از دانلود مدیا. اما دانلود فوتو هم داریم، دانلود پروفایل فوتو در اصل، که فقط کافیه یه انتیتی بهش بدید پروفایلش رو برای شما دانلود میکنه. بیاید اینجا بزنیم. این شورت هند داره، شورت هند نداره. حالا چیزی که ننوشته اینجا event.download فقط مدیاست. خب میگم که client.download photo profile. خب entity میخواد که میشه event.sender و فایل میخواد که همون اسم فایل ماست. مثلا میگم که اسمشو بذار .jpg، یه چیز چرت و پرت. و دانلود بیگو خودکار روی ترو هست دیگه، هیچ نمیدم بهش. رانش میکنم بیایید ببینیم کار میکنه یا نه. میگم که اینو میفرستم. آره دانلود کرد. پروفایل فوتوی منو دانلود کرد به همین سادگی. اسمش هم گذاشت همون چیزی که ما بهش دادیم. اوکی، اینم بود دانلود پروفایل. مطلب دیگه ای نمیمونه. یا چک کنیم. سند فایل و آپلود فایل رو گفتم، مدیا رو گفتم، دانلود پروفایل فوتو رو هم گفتم. دانلود فایل هم دانلود مدیاست و همین. هیچ چیز خاص دیگه ای نمیمونه. امیدوارم به خوبی یاد گرفته باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه سوال دارید و یا پیشنهادی و یا سخنی توی کامنت ها بهم بگید و اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. توی قسمت های بعدی میبینم.